انتقام اسمم از اون وودن منشنی که اون پشته. امروز من این آقا چرا تو من ایدهش بیایید لب بگیردم. من این آقا پلیر میخوایم از اون وودن منشنی که اون پشت میپیشه یک نزن از اون وودن ای بابا اینطوری که میبینید ور میفته. اگر میخواید استراکچر دیگه یا اینجوری نابود کنم حتما تو کامنت بنویسید با ویدیوی بعدی با سوروایو بریم توشون وودن منشن رو نابود کنیم. این ویدیو رو تا آخر نگاه کن، لایک و ساب یادت نره، زنگوله رو بزن تا ویدیوی بعدی گذاشتم مطلع شی. خب اول باید بریم توی ایونتوری و هر آیتمی که نیاز داریم رو برداریم. خب تو اول میخوای چیا رو برداری؟ خب تستش کنیم. آخه عمو داری میسوزی؟ خب پرواز کنیم به چیز رو بالا پشتمون اونجا. بودو بیا. TNT لازم نداری؟ TNT هم یه 2 استک بردار. یه استک برمیداریم. خب یه شیک قبل از رفتن به تو بزنیم. دن 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 دن. خب منم TNT رو بردارم. خب بریم حمله کنیم. باید اول اینجا رو بکنیم. خب کندیم. حالا وقت سوروایوه. خدای خودت به ما رحم کن. دیفیکالتی هم میذاریم رو هارد و سوروایو. گلدن اپل چه خوب میخوری همون. بله بریزید ارتش. آخ وای برو بزن. برادر FPSش پایین است. بیا من TNT ها رو میچینم اینجا. روشنش نکن فعلا. ببین بیا بریم چند تا مابار رو دنبال کنیم. بدو میخوام روشن کنم. پشت سر من بیا. یه مابارو بدو روشن کن. ترکوندم داری. نگاه نکن. آفرین. وای داره منو میزنن. من شمشیرم دمیجش کمه، فقط آتیش میزنم. آره چون من برای خودم اینتنس خب مال من بیا شمشیرمون عوض کنیم. بودو دراپ کن. بیا نه خب این مال توه. آره این فایر اسپکت داره، یعنی یه اینتنسیه. خب بریم طبقه بالا. چرا FPS اون بدبخت؟ خیلی FPS اون پایینه. بعضی ایرانه دیگه. آره عادی ترین اینترنت ایران. بچه ها امیرعلی سرش 9 سالشه ولی موهاش سفیده. بنده خدا پیر شده. واه نوتایی زدم پدر. ایول زهر ما رو من تک شما همه. وای اینجا اتاق چیزشونه. وای این یارو ببین خواستم درنده. آی قبل میسو باز چی هستن من گرفتم؟ نمیدونم سال شارپس برم حال میده. خب بیا بریم طبقه بالا. TNT ها رو بشین اول. من میشینم. دارم میشینم دیوانم. وای برو اول. بترکونم. نه بیا پله اول بریم بالا. بیا وای ترکونم. تو فرار کن اونوری. چون من سیما میچن وای بازی داره باگ میخوره.
اوه سرت ایران میبره و تمام اندر سگ کی داره منو میزنه؟ من و امیرعلی فهمیدیم این کار واسه انتقام گرفتن کم بود پس تصمیم گرفتیم یه کار بزرگتر کنیم پس تصمیم گرفتیم که این کار شروع کنیم خب آماده که شروع کنیم؟ آره اول باید بریم اونجا TNT رو بگی دستت آقا من رفتم من نمیدونم باید بریم کل این وودلند منشن TNT کنیم تو TNT ها رو میچینی بعد میریم با هم آتیشش می‌زنیم بعد از این قرار چیکار کنیم؟ بعد ریت بکنیم؟ نه بدو TNT کن همه جا رو میخوام یه کاری کنم اینجا یه دونه بلاک دو سالم نمونه کاری میکنم که حتی اون جنگل هم آتیش بگیره کاری با تو میکنم فردا صبح ندید کاری با تو میکنم که اسکندر با تخت جمشید نکرد عوضی ها یه دری بایسته من از شما در برم آها راستی آقا آره زورم میرسه سروایو هم نمی کنم همینجوری کریتیو نابود میکنم اوه اینجا که با چیکن جاکی جنگیدیم یادش بخیر چیکن چانکی همینجا نابود کل ساختمون رو پر TNT کن بعد میخوام فیتیلش رو از دم در شروع کنم بعدش هم کل جنگل آتیش میکنم کل این آرت دا TNT آره ببینم دیگه میتونی بعد از اینجا صدا در بیاریم جور کنی مرتی که در آی من بستم راه خودمو آفرین خیلی باوشی تختاتون رو میترکنم من قدر انیشتنگ بودم ولی اینقدر به این فشار اومد انیشم گشاد شد الان انیش گشادم حمله بترکنم نه بیتلاف نمیترکنم خب یه فرار کنیم به بیرون چطوری چطور بیرون من خودم زندگی تیپیت میزن بذار تیپی کنم این داشتم بله خب مشتی این از دم در TNT کنم این پایینشه یه هیچ دستی به این پایین نکشیدیم سوزده داشت وقت آتیش دادم یه فیلینگ بگی کل همه جا رو بسوزون زود باشی آتیش بزن میخوام آتیش بگیره بسوزید نجات زنده بمونه واکنش مابایی که داخلی بودن دارم میزنن میخواستین اسم پسر دوستمون رو نزدید دارم میزنن بزنید وای TNT داداش وودلند منشن بدبخت ببین ما یه دونه ویندیکیتور هم توش پیدا نمیشه جنگل بسون آره دیگه کل آیتم ها اومد تو دست من با اینونتوری پر شد آها همون چیزی که میخواستم داره میشه چه خالیه جنگل داره میسوزه گوشی ما ببین باستولوده تقریبا بسوزونید دارم میزنن زمین رو بسوزونید خداحافظ ویلیج او تو رفتی سراغ ویلیج؟ آره بریز همه جا رو میسوزونم وای TNT ها رو بزی یادتون باشه هر کی با دبه در بیفته همینطوری که میبینید ور میفته اگر میخواید استراکچر دیگه ای هم اینجوری نابود کنم حتما تو کامنت بنویسید تا ویدیوی بعدی دبه کن من چرا سوروایو شدم تو کریتیوی؟ آره ای وای نه ای بابا گوشی
پشیمای